این دفعه قرار استش با هم دیگه یکی از ترسناکترین انیمیشن های ساخته شده در دنیا رو ببینیم که از ترسناکی این انیمه دیگه نگم براتون. واقعا دیدن این انیمه کار هر کسی نیست. پس اگه خودت مطمئنی تا آخر این ویدیو رو ببین. سلام عشقای من امیر اسپایستان هستم و امروز اومدیم با هم دیگه یه انیمیشن خیلی ترسناک بچه‌ها واقعا ترسناک رو با هم دیگه ببینیم که من مطمئنم پشمام قراره بریزه. بریم سراغ انیمه. وای حاجی شروع شد. شیت آدر لیلی، یه لیلی دیگه. یعنی چی حاجی یه لیلی دیگه؟ پشمام. میگه قبل 10 برو تو رخت خوابت. اوکی باشه برو دیگه باشه. هولی شیت من. حاجی اصلا وای به خونش دار که یارو دهن سرویس. چقدر شبیه خودشه. پشمایم. هولی شیت. حاجی من اصلا استرس دارم. مطمئنم قریه آدر لیلیه. وای چقدر ترسناک اون یارو. پشمام. شیت. چه نقاشی انی بود این کشیده بود برای خودش. what the fuck. oh my god. نه اینجوری نشد. حاجی فقط من استرس دارم یا شما هم استرس داریم؟ اوکی. الان یکی میاد جلو به خدا. آخ شیت. خب عشقای من، اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل منو ساب کنید، حتما برام کامنت بذارین و تو کامنت ها بهم بگین که انیمیشن دیگه هم میشناسین که اینقدر خفن باشن یا نه. اگه آره که اسمشون رو بهم بگین تا ویدیوهای بعد یه ریاکشن خفنم به اونا بریم. اون زنگوله رو هم بزن که هر وقت ویدیو گذاشتم سریع با خبر بشی و بیا یه کلی عشق کنی. بریم سراغ ادامه ویدیو که قراره کلی بترسیم. Let's go. حاجی این همون خواهرشه احتمالاً دیگه، نه؟ خواهرش نباشه که خیلی دارک میشه. واو حاجی یا خدا این چقدر بلند شد. این همونی که دقیقاً خواهرش نقاشیش کشیده بود. what the fuck. بگو خواب بوده. نه حاجی خواب بود. این واقعی بود که سکتر رو زده بود الان. واو یه چیزی شکست. بدبخت شدی. برو پایین که قراره اوضاع بدجوری یه چیزی بشه. هولی شیت. تو رو خدا نرو پایینه. در اتاق خواهرش بازه. وای تو رو خدا نرو. اسکلی احمق. تو یه جن نمیخوای با چی رو بسپار بزنی واقعا؟ چه منطقیه دیوس. چه رعد و برق انی بود. من بودم با همین صدای رعد و برقی میریدم به خودم. به بقیه‌اش دیگه نمیکشید. عجب شیرزنی هستی تو. واقعا جیگری داری. اوه زدش. پشمام. خواهرش بود. شما ماجی
پشمام. واو مو به تنم سیخ شد آجی. شیت ساعت 3 صبح، همون ساعت معروف. خواهر کوچیکش وات نیست تو تختش. چرا پایین؟ آجی من اصلا گوسپید شدم دیگه. این میره تو این اتاق، اون میره تو اون اتاق. تو چرا خری؟ برو به تمک بخواب عوضی. هولی شیت. خب عشقای من، اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل منو ساب کنید، حتما برام کامنت بذارین و تو کامنت هایتون رو به هم بگین که انیمیشن دیگه هم میشناسین که ترسناک باشن اینقدر یا نه. و اینکه تا ویدیوهای بعدی میبینمتون. خیلی دوستتون دارم.